یک عملیات بسیار دقیقی رو روی 3 سایت کلیدی هسته‌ای در قلمرو رژیم ایران به عمل آورد: فوردو، نتنز و اصفهان. همه شما این نام‌ها رو برای سالها شنیدید، وقتی که اینها این عملیات بسیار مخرب رو در طول سالیان ایجاد می‌کردند. ما متوقف کردیم حمله برنامه هسته ایران رو که در آستانه تهدیدی علیه کل جهان بود. این عملیات‌ها با موفقیت چشمگیر و تماشایی نظامی به پایان رسید. برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌هاش به صورت کامل نابود شده. ایران، قلدر خاورمیانه، حالا باید که به صلح تن بده، اگر نه حملات آینده ما بسیار قوی‌تر و بسیار آسان‌تر خواهند بود. برای سالها ایران شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده، مردم ما رو کشتن، سربازان ما رو با بمب‌های کنار جاده‌ای کشتن. تخصصشون این بود. همچنین بیش از 1000 نفر و صدها هزار نفر رو در خاورمیانه و در سراسر جهان به واسطه نتیجه مستقیم نفرت و عملیات از جمله ژنرال اونها قاسم سلیمانی کشته شدند. من مدت‌ها پیش تصمیم گرفتم که اجازه نمیدم این اتفاق ادامه پیدا کنه.